دوستان عزیز، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. میدونید که تیم پشت پرده استاد گرفتن مچ یه سری افرادی هستش که دروغ میگن. دقایق پیش تصاویر در اینستاگرام و در توییتر منتشر شد که مبنی بر این هستش که مائده حجبری توییتی کرده و نوشته که سلام، از دیروز عکسی در صفحه اینستاگرام یک خواننده مجهول الحال که منظورش امیرالتتلو است که من در ترکیه هستم و قراره که در کنسرت این شخص برقصم منتشر شده. اولا این عکس قدیمی و دوما این فرد با سوء استفاده از شرایط فعلی قصد داره که تبلیغ کنسرتش رو بکنه. عکسی که قرار داده بودند با پیگیری خانواده من حذف شد. البته یه عده هم میگفتن که آره امیرالتتلو اینجا چشمش خالکوبی بوده که الان نیکس و این عکس قدیمیه. اولا اینکه اگر شما دقت بکنید مدل موهای مائده حجبری همون مدلی هستش که در تصاویر لو رفته و اولین بار تیم پشت پرده اون رو منتشر کرد. اولین عکسی که ما منتشر کردیم این عکس بود که من اگر باز بکنم و زوم بکنم این رو شما راحت‌تر میتونید ببینید. اینجا مدل موهاش رو و این عکس دومی که وجود داشته. اما نورپردازی در این عکس جوری هستش که شما نمیتونید خالکوبی چشم امیرالتتلو رو ببینید. اما حالا ما میخوام یک نکته جالبتر به شما نشون بدیم که عکس سومم این عکس بود که اگر کف سرامیک رو نگاه بکنید با کف این سرامیک رو و سایر عکسایی که ما در اختیار داشتیم که امیرالتتلو فکر میکرد که فقط یک عکس وجود داره، نگاه کنید که عکس ها همه در یک مکان هستش. اما نکته جالبی که وجود داره عکس استوری امیرالتتلو هستش. ببینید من سعی میکنم که زوم بکنم. یه نکته جالب در این عکس وجود داره. یک پا اینجا میبینید که یک شلوار اصطلاحاً دمپاش برگشته با یک کفش سفید و کفش امیرالتتلو. متنی هم که نوشته این هستش که ما یک تیم پر تیکه و پاره ایم، همچین چیزی. آره. و اگر دقت بکنید به این عکس مائده حجبری متوجه میشید که این عکس، مگه این عکس دوتا عکس رو بذارم کنار هم دیگه کاملا، شلواری که دمپاش برگشته و کفش سفید، شلواری که دمپاش برگشته و کفش سفید و شلواری، که تیتری هم که ما زدیم این بوده که اینها مردم رو چی فرض میکنن. چند ساعت دیگه مطمئن باشید این خبر رو هم تکذیب میکنند و این بازی کثیفی که در اتاق فکر سیاسی برنامه‌ریزی شده رو باید تماشا بکنید و ما باید اینجوری با سند و مدرک به مردم نشون بدیم که پشت پرده داره چه اتفاقاتی میفته، اصلا چی شد که تبلیغ شد به محض اینکه این خبر رو ما منتشر کردیم میخوان یه جور دیگه خبر رو ماسمالی بکنند، قضیه مائده حجبری و سایر اتفاقات. مرسی.